سلام چالشجو، امروز میخوایم یه قدم جلوتر بریم و یاد بگیریم که چطور با پایتون یک محاسبه ساده انجام بدیم. با ما همراه باشید. قدم اول اینه که پایچرم خودتون رو باز کنید و پرینتی که توی پست قبلی یاد گرفتیم رو پاک کنید. این بار میخوایم به جای اینکه توی پرینت دابل کوتیشن بذاریم و متن بنویسیم از اعداد استفاده کنیم. پس اول پرینت رو مینویسیم و عدد 5 رو توش قرار میدیم. و اگه دکمه ران رو بزنیم میبینیم که عدد 5 رو به ما نمایش میده. و اگه حالا برگردیم به عقب و عدد 5 رو به علاوه 4 بکنیم و دکمه ران رو بزنیم میبینیم که عدد 9 رو به ما نمایش میده. و به همین ترتیب ما میتونیم اعدادمون رو جمع، تفریق، تقسیم تقسیم و یا ضرب بکنیم. حالا یک چالش برای شما دارم. با اعداد دیگه عملیاتی انجام بدید یا حتی ترکیب چند عملیات رو تست کنید. مثل این پرینتی که من اینجا نوشتم. ببینید اولویت عملیات چطور جواب رو تغییر میده. با همین چند خط ساده الان میتونید محاسبات ریاضی رو انجام بدید. پس اگه میخواید یاد بگیرید چطور محاسبات پیچیده‌تر رو انجام بدید، حتما پست‌های بعدی رو دنبال کنید.